الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، مسلمانای محترم، جوانای با ایمان و با تقوای ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که بر ما و شما توفیق نصیب کرد که درس از درس‌های عقیده را بخوانیم. دوستای عزیز، یک انسان مسلمان باید 24 ساعت زبانش شکر الله باشد و ما و شما بسیار باید شکر الله را بگوییم که در این عصر فتنه، عصری که کفر، بیدینی، شرک، گمراهی بسیار زیاد است، ولی الحمدلله الله متعال ما و شما را توفیق نصیب کرد که بیاییم و درس عقیده را بخوانیم، توحید را بخوانیم، تا ای که قرآن درست بفهمیم، سنت درست بفهمیم، درست بشناسیم و سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شود. این بزرگترین نعمت الله است که الله بر ما و شما نصیب کرده، نعمت ایمان و نعمت توحید. شاید بسیاری دوستا درک نکنن، ولی کسایی که در این راستا تخصص دارن میفهمن که چقدر مردم در این راستا مریض هستند. کدام اگر از یک دکتر پروفسور شما پرسان کنید که تعداد مریضا در جهان چقدر است، ما شما فکر میکنیم کلگی صحتمند است، کلگی راحت است، ولی بر اونا گزارش میدن که میلیون ها و میلیون انسان در معرض هلاکت هستند. از نگاه عقیده عین گپ است و مشکلات زیادی فعلا متوجه مسلمان ها هست و ای که الله بر ما و شما این نعمت در این عصر نصیب کرده، این دعا میکنیم که الله متعال این نعمت که نصیب کرده بر ما استقامت هم نصیب بکنه. دوستای عزیز، ما و شما در درس‌های قبلی اگر متوجه باشین گفتیم که کلمه لا اله الا الله 8 شرط داره. بعضی علما 7 تا گفته بودن، بعضی علمای دیگه میگن نه 8 شرط است و امی 8 شرط از این سخنش دقیق‌تر و قوی‌تر است با آنچه که در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است. این تعیین کردن 7 یا 8 یا 9 این شرطا است، یعنی در قرآن و سنت علما این جمع آوری میکنن و برای ما و شما بیان میکنن تا که ما و شما امی شرایط مراعات بکنیم و منحرف نشیم. شرط هشتمی کلمه لا اله الا الله ایمان به الله و کفر به طاغوت است. کفر به طاغوت یکی از موضوعات خطرناک در عصر حاضر است و این به خاطر از این هست که طاغوت به شکل‌های مختلف وجود داره که ما و شما را میخوانیم، ولی بعد از این که در 1923 در ترکیه خلافت اسلامی سقوط داده شد و نظام‌های طاغوتی در کل دنیا یا به شکل مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم استعماری این جابجا کرد و به عوض نظام اسلامی که مسلمان ها داشتن که مثلا خلافت خلفای راشدین بود، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافت خلفای راشدین بود، بعد از او خلافت اموی ها شد، باز خلافت عباسی ها شد، باز خلافت عثمانی ها شد. چندین قرن به این سیستم جریان داشت و بالاخره در 1923 توسط مصطفی کمال اتاتورک و همکاری صلیبی های انگلیس، صهیونستای اسرائیل، قوم پرستای داخلی، بالاخره این نظام مسلمان ها سقوط داده شد و به عوض از نظام های طاغوتی جای به جای شد. مشکل طاغوت
در قرآن عظیم الشان طاغوت بسیار زیاد ذکر شده است و یکی از اساسات مهم ایمان است، چون الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. خب دقیق متوجه شوین آیت قرآن. فمن یکفر بالطاغوت، الله متعال میگه پس کسی که کافر شد به طاغوت و یؤمن بالله، باز ایمان به الله آورد. مثل که ما و شما میگیم لا اله الا الله، در لا اله باید کفر به طاغوت شود. تمام معبودان باطل و تمامی قانونسازای باطل و تمامی رهبران سیاسی باطل که قانونشان، فکرشان و اندیششان ضد اسلام است، باید به تمام از این مسلمان کافر شود و یؤمن بالله و به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاوره. الا الله فمن یکفر بالطاغوت لا اله و یؤمن بالله الا الله. اینال اکثرا چون حکومت‌های طاغوتی بوده، یعنی حکومت‌هایی که قانونشان ضد شریعت الله هست، اینا چی کار کردن؟ این حکومت‌ها اینا خواستن که نتونستن که قرآن با الفاظش از بین ببرن، نتونستن که مثلا مسلمان‌ها را کاملا نابود بکنن، ولی گفتن مسلمان‌ها را باید به شکل تربیه بکنیم که او اساسات اعتقادی که در قرآن هست در ذهنیت از اونا نباشه. بوی ما مسلمان هستم اما کفر به طاغوت نشناسه. وقتی که نشناخت بناهن تسلیم نظام طاغوتی میشه. و حتی در بسیاری از مدارس، در مدرسه ها، در پوهنتون ها که به نام اسلامی می باشد در این کشورها، از بین کتاب ها این موضوع را کشیدن. یک کسی مثلا خوب عالم است، مولوی هست، مدرسه خوانده، اما اگر در مورد طاغوت امرایشان صحبت شود هیچ چیز نمیفهمه. من خودم یک وقتی صنف 9 در مدرسه دارالعلوم عربی کابل داخل شدم و صنف 14 از اونجا فارغ شدم، یعنی 6 سال در مدرسه خواندم و برای ما شهادتنامه مولویگری که تو مولوی هستی داده شد. ولی قسم براتان یاد میکنم که با وجود از اینکه من 6 سال این مدرسه را خوانده بودم، کفر به طاغوت برای ما درس داده نشده بود، چون نظام کمونیستی بود، نظام طاغوتی بود. استادی که در اون مدرسه ما را درس میداد او حق نداشت که درباره طاغوت زبان خود باز بکنه و کتاب‌هایی که در اونجا در مورد طاغوت گفته شده بود کاملا حذف کرده بود. و مجرد که جای کلمه طاغوت می آمد میگفت شیطان، خلاص شیطان. ما فکر میکردیم منظور از طاغوت شیطان است، ابلیس است، خلاص. 7 سال دیگه من در پوهنتون دیگه در یک کشور عربی درس خواندم، در لیبیا درس خواندم، ولی اونجا هم چون نظام طاغوتی بود در 7 سال در اونجا باور بکنید. ما 4 سال لیسانس خواندم، کلیت الدعوه الاسلامی میگفتن، پوهنتون دعوت اسلامی که ما را دعوتگرای اسلام تربیه میکرد. تفسیر است، حدیث است، فقه است، زبان عربی هست، گرامر است، صرف است، نحو است، کل زیر میخوایم. اما عقیده درسته که من یک موحد واقعی شوم و کفری که در این عصر وجود داره ایره نمیشناختم. قسم میخورم براتون. کی برای ما درس داد؟ ما را پندادن که 4 سال لیسانس خواندیم، باز 2 سال دیگه ماستری خواندیم، باز 1 سال دیگه تیزس خواندیم، باز دوباره وقتی که در افغانستان آمدیم باز 2 سال دیگه باز ماستری خواندیم، باز کتاب در ماستری در فقه گرفتیم. ولی باور بکنیم، قسم براتون یاد میکنم به ذات ذوالجلال که برای ما در عمق سال، یعنی 14 سال یکی درس خواندیم، 7 سال دیگه درس خواندیم، 14 و 7 21 سال و 2 سال دیگه باز درس خواندیم، 23 سال.
ولی من خودم شخصا کفر به طاغوت نمیفهمیدم. از این خاطر در زیر نظام‌های طاغوتی و کفری زندگی میکردیم و الحمدلله ثم الحمدلله که در او اثر کشته نشیم، نمردیم اگر نه با شرک یعنی از این دنیا میرفتیم، با وجود از اینکه خدا عالم و مولوی میگرفت. وقتی که این قسمی ما در این شکل چهار درس خوانیم بالای خود، تصور بکنین شما چی ملامت هستین و دیگه مردم عوام بیچاره چی ملامت هستن. میگه کفر گر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی، یا اگر هر چیز گندیده شوه دو نمک پرتیم، اگر نمک گنده شوه خیلی چی کنیم. وقتی که در مدرسه و در پوهنتون اسلامی و در شرعیات و در علوم اسلامی موضوعات کلیدی و اساسی درس داده نشه، پس دیگر را چی کار میکنه؟ حتی ورداشته شده و قصدن. یک وقت ما همین لشکر طاغوت وقت ما را بردن در پوهنتون یوسف علیه السلام، من زندان پوهنتون یوسف علیه السلام میگم، چرا میگه استاد شما از باره طاغوت گپ میزنید؟ گپ نزنید درباره طاغوت. استاد انوال میره ما کم میگه چرا درباره این گپ نزنید؟ چرا اگر مردم فهمیدن که طاغوت چی هست، باز اونا هرگز نظام‌های کفری قبول نمیکنن، چون میفهمن که اگر قبول کنم من کافر میشم، من در شرک مبتلا میشم. در این راستا اینی هست خطر طاغوت. از این خاطر شرط هشتم کلمه لا اله الا الله کفر به طاغوت است. خب طاغوت چی هست تا ما رو بشناسیم؟ علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یک روز یک کسی مرا میگه که استاد امی گپه که شما کفر به طاغوت میگین این کدام کسی دیگه هم گفته؟ دوستای عزیز، علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه را کل علما میشناسن و عالم چند قرن قبل است. این کفر به طاغوت چه قسم تعریف میکنه؟ میگه معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. میگه طاغوت هو است که انسان از حدود خود تجاوز بکنه. یعنی وقتی یک مخلوق از حد خود تجاوز میکنه، از مخلوقیت خودم میکشه، دعوای بلندتر از این میکنه، این طاغوت است. معبود من معبود او متبوع او مطاع. یا این طاغوت به شکل معبود می باشه، چی مانا معبود و چی مانا متبوع و چی مانا مطاع. این سه کلمه را باید خوب دقیق بفهمیم. یا این انسان از حد خود خارج میشه، ادعای معبودگری میکنه که من معبود هستم، بین در پای من خدا پردین، بین در مقابل من سجده بکنین. این حال اگر کسی اینی ادعا را میکنه، این طاغوت گفته میشه. به عوض عبادت الله بر ما عبادت بکنیم. ما شما 6 قسم عبادت خوانیم، چی عبادت فکری باشه، چی عبادت قلبی باشه، چی عبادت بدنی باشه، چی عبادت مالی باشه، چی عبادت زبانی باشه، چی عبادت تشریعی و قانونی. پس این طاغوت متبوع میگن، معبود میگن. یعنی کسی انسانی که ادعا میکنه که بغیر از الله به این مرا عبادت بکنید، یا کسی میاد پیشش رکوع میکنه، این خوشحال میشه. مثلا بسیاری وقتا که فکرتان باشه کمونیستا وقتی که امی رهبرای کمونیسم افغانستان هم میخواستن، برشان میگفتن برین پیش مجسمه لنین خدا خم بکنین، انحنا بکنین، رکوع بکنین، سجده بکنین، سرتان خم بکنین تا عبادت از او را بکنین. اگر نمیکرد باز میگه فیس کمونیست نیست. در حکومت های سیکولر هم شما ببینید بسیاری وقتا میگه برو پیش قبر اتاتورک سرت خم بکن، سرت پیش از او خم بکن تا که فهمیده شه، چون او اتاتورک دعوای خدایی کرده بود، فرعون عصر بود. لنین دعوای خدایی میکرد. چی مانا خدایی؟ مثل فرعون نمیگه بیاین برای من رکوع و سجده، میگه قانون مرا که ضد شریعت الله هست را اطاعت بکنین. پس کسایی که میره اطاعت فرعون میکرد، سر خدا برش خم میکرد و برش میگه که قانون رو ما پذیرفتیم. پس اگر کسی
خوشحال است که مردم به زیر پای من رکوع بکنن، در مقابل من خود خم بکنن، در مقابل من سجده بکنن. اینمی انسانی که این کار خوش داره این طاغوت هست. و کسایی که باز این کار میکنن و با طاغوت ایمان آوردن و این طاغوت با الله شریک کردن، این شرک به طاغوت میگن، شرک طاغوتی میگن. در عبادت الله مخلوق شریک ساخت. یعنی ما احیانا بت‌هایی که از سنگ و چوب ساخته شده، اگر کس پیش از اون بت که از سنگ و از چوب ساخته شده کس بر سجده بکنن، میگه کافر است، این دوست، این مشرک است. اما اگر یک بت که جور باشه، زنده باشه، گوشت و پوستش همش هست، مثل فرعون، مثل لینن، مثل رئیس جمهورای که زنده هستن، بازور نمیگن که این مشرک است، میگن ای خب چی است. اما شرک یک چیز است دیگه. چی به مجسمه سنگی بکنی، چی به مجسمه چوبی بکنی، چی به مجسمه خاکی بکنی، چی به مجسمه گوشتی بکنی، به هر چیزی که سر خود خم کرد و سجده کرد و رکوع کرد، این معبود از این میشه. اگر اون شخص راضی بود از این کار، از این طاغوت گفته میشه. اما اگر بعد از مرگش این کار کردن که او خبر نداشت، باز او طاغوت گفته نمیشه.